این را بدانید که انسان در همه اوقات 100% کارش درست نیست. هیچ بازیکن بیسبالی از 1000 امتیاز ممکن همه 1000 امتیاز را به دست نیاورده است. اگر از هر 10 حرکت 3 حرکت را درست انجام دهد، میگویند بازیکن خوبی است. طبیعت اشیا حکم می‌کند که لازمه پیشرفت عمل کردن، ارتکاب اشتباه و اصلاح کردن آن است. یه موشک جنگی رو براتون مثال میزنم که زمانی که میخواد حرکت کنه و به هدف بخوره، توی مسیر بارها از مسیرش خارج میشه و هر بار که از مسیر خارج میشه برای کامپیوتری که کنترلش میکنه پیغام میفرسته که من دارم به این جهت حرکت میکنم و اگر داره از هدف دور میشه، کامپیوتر با دستوری که براش میفرسته مسیرش رو اصلاح میکنه و این اصلاح بارها و بارها در حین حرکت اتفاق میفته تا اینکه به هدف برسه. برای آنکه موشک مجهز به سیستم هدایت شونده به هدف اصابت کند، باید به طور پیوسته مسیرش اصلاح شود. اگر بدون حرکت بایستید و دست روی دست بگذارید، چگونه خود را اصلاح می کنید؟ باید حقایق موجود را در نظر بگیرید، نتایج احتمالی اقدامات مختلف را به حساب آورید و از میان راه حل های مختلف آن را که از همه مناسب تر به نظر می رسد انتخاب کنید. با اراده و مصمم حرکت کنید و در حین حرکت عمل را اصلاح کنید. نکته‌ای که اول ویدیو در موردش صحبت کردیم، یعنی اینکه انسان در همه اوقات 100% کارش درست نیست، اشتباهی بود که تو اوایل مسیر معامله‌گری داشتم انجام میدادم. یعنی یه معامله‌گری بود که من تو یوتیوب دنبال میکردم و این معامله‌گر صرفاً سودهای خودش رو نشون میداد و توی ذهنم ازش یه غول ساخته بودم. میخوام بهتون بگم که هیچ وقت این اشتباه رو نکنید. توی مسیر معامله‌گری همه معامله‌گرها ضررهایی هم دارن. اجازه ندید توی ذهنتون کسی از خودش برای شما یه غول بسازه، چون میتونه شما رو تبدیل به زامبی خودش بکنه و شما هر جایی که میره دنبالش میرید تا اون چیزی که ازش میخواید رو به دست بیارید. موفق باشید. خدا نگهدار.